I am dedicated to my country because this is the most beautiful thing that could happen. What would I take away with me when I go in the grave? اون روزی که شما احساس کردید که میخواید خشحال به مردم بیارید، بدونید که دیکتاتور دارید میشید. پس چیکار میخواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جایی برسن، چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع کاملا از هم جدا بود. من میگم امروز عدالت در ایران بنداز نگاه تو پشت پرده، کشور 40 سال رشد نکرده، هر کی رسید چاپید بوس و کنده، دیدن این همه گشنه درده، یه رهبر با مغز پینه بسته، تو کشتن آدم و چیره دسته، به خودت بیا بگو دیگه بسته، ظلمی که دنیا تو تیره کرده، این ناخونده شفا نمیده به ایرانی که بها نمیده، ولی یه دست که جواب نمیده، یه بازنده بهتره الان بمیره تا زنده نمونه که عذاب بگیره. پس بیا جلو جورش کنیم، پشتم باشیم و شورش کنیم، ایران یه تاجه و نورش، توی به تاب رو ظلمت تا که کورش کنیم. نه نگو فرصت داریم، خس و خاشا که گفتن ماییم، نیست جایی واسه صحبت داری. دیدی چه تو علی اکبر و کش تو استخر همین از در پشت، دشمن فرضی و مغلط فش، همین جوری کردن چنده رشتان، نذارید بشیم دست به اسلحه، دیگه این روح خسته از تنه، حسن کلید دست رهبره، به امام بگو وقت رفتنه، بهش بگو که فاجعه همینه، بهش بگو که قاتل زمینه، بد کاشتیم و حاصل بدینه، ولی فقیه اصل فریبه، دیگه نیست به جا هر کسی به بازه، ایرانو بدید پهلوی میسازه، این بارو بزا محرمی بذاره، اون پسر شاه فقیده، نمیده اصلا باج به غریبه، پشت مردم و یار فقیره، خود رضا شاه کبیره، آره اون رضا شاه جدیده. مملکت افتاده دست قاسم، یا حضوریه شدیم تو دست قاسم، خرافه پرستی و فصل تازه، زنجیر قتلا با رمز یاسر، 40 سال مردم از رو ترس آروم نشستن دست رو دست، همه خسته از بحث و لفظ، چرا نفس میکشیم با ترس و لرز، یاد کشتار خلخالی همون جانی مزدور جنجالی، یاد کشتار 67 بر دود بود و خون و خشم و درد، کشور شد ماشین خراب، یه بگاهی تموم با فرمون امام، ساختن یه حاشیه کلان، دستور اعدام دستور اعزام، به به چه شهر تکمیلی، صدام جنگ تحمیلی، 8 سال چه جو سنگینی، مردا همه گرم درگیری، این عقب با کلی کشته، یه کشور غنی با کلی گشنه، مطلب زیاده تایم بیت کم، ترک بعد میام با رایم هیتر. اعلی حضرت رضا دوم محرومیتی دارد که مردم همه با او هست.